داستان پرونده واقعی جک قاتل، قسمت اول. در اواخر قرن 19 منطقه فقیرنشین به نام وایت چپل در لندن به خاطر قتل‌های سریالی و وحشتناک زنان به یکی از خطرناکترین نقاط شهر تبدیل شده بود. زنانی که غالباً به خاطر شرایط بد اقتصادی و اجتماعی در خیابانها کار می‌کردند، هدف اصلی قاتلی مرموز و بیرحم بودند که بعدها در تاریخ با نام جک قاتل شناخته شد. اولین قتل مرموز جک در تابستان سال 1888 رخ داد. مری آن نینی، زنی 47 ساله که زندگی سختی داشت و در خیابانهای وایت چپل کار می‌کرد، در حالی که چاقویی عمیق و خونین در بدنش پیدا شد، به طرز وحشتناکی کشته شده بود. پلیس آن زمان به دلیل نبود مدارک کافی و شرایط پیچیده منطقه نتوانست قاتل را شناسایی کند. اما قتلها به همین یک مورد محدود نماند و زنانی دیگر با همان روش وحشیانه کشته شدند. بدن قربانیان با دقتی هولناک بریده میشد و هر بار پلیس لندن ناامیدتر از قبل میشد. این قتلها باعث وحشت گسترده در میان مردم شهر شد و احساس ناامنی را در هر گوشه و کنار لندن پراکند. علاوه بر این قتلها، قاتل که خود را جک قاتل معرفی می کرد، نامه‌هایی پر از تهدید و تمسخر برای پلیس و روزنامه‌ها ارسال می کرد. در این نامه‌ها او با لحن تمسخرآمیزی به توانایی‌هایش می‌بالید و از پلیس درخواست می‌کرد که او را پیدا کند. یکی از این نامه‌ها که نامه جک قاتل نامیده می‌شود، حاوی کدها و رمزهایی بود که هنوز هم دانشمندان و رمزگشایان در تلاشند آن را بفهمند. ترس و دلهره در میان مردم لندن روز به روز افزایش می‌یافت. زنان کمتر از خانه بیرون می آمدند و خیابانها در شبها خالی و سوت و کور می شد. پلیس تحت فشار بسیار شدیدی بود، اما قاتل هنوز هویتی ناشناخته داشت و هیچ اثری از او به دست نیامد. بسیاری از نظریه‌ها و حدس‌ها درباره هویت جک قاتل وجود داشت. از اشخاص محلی گرفته تا کسانی که در بالاترین سطوح جامعه لندن بودند. اما هیچ کدام از این حدس‌ها اثبات نشد و پرونده همچنان باز و رازآلود باقی ماند. پس از قتل‌های وحشتناک اولیه، پلیس لندن تلاش‌های گسترده‌ای برای یافتن قاتل آغاز کرد. اما چالش‌ها بسیار زیاد بودند. وایت چپل منطقه‌ای بود پر از جمعیت فقیر و مهاجران که خیابان‌های تنگ و تاریکی داشت و مردم اغلب از پلیس نمی‌ترسیدند یا حتی همکاری نمی‌کردند. یکی از مشکلات بزرگ پلیس نبود تکنولوژی‌های پیشرفته آن زمان بود. هیچ دوربین مداربسته‌ای وجود نداشت و ردپاها و شواهد به راحتی از بین می‌رفتند. همچنین قاتل با دقت و سرعت عمل بالا قربانیان را می‌کشت و به سرعت از محل فرار می‌کرد. رسانه‌ها و روزنامه‌ها نقش مهمی در این پرونده داشتند. روزنامه‌ها نامه‌های جک قاتل را منتشر کردند و این باعث شد نام او به سرعت در سراسر لندن و حتی جهان شناخته شود. خبرها و شایعات در مورد قاتل بیرحم وحشت مردم را بیشتر می کرد و باعث افزایش فشار بر پلیس می شد. پلیس چندین مظنون را بازداشت و بررسی کرد، اما هیچ کدام نتوانستند اثبات جرم شوند. برخی از مظنونان مشهور شامل یک قصاب محلی، پزشکان و حتی اشخاصی از طبقه بالای جامعه بودند. اما هیچ کدام از این حدس‌ها اثبات نشد و پرونده همچنان باز و رازآلود باقی ماند. پس از قتل‌های وحشتناک اولیه، پلیس لندن تلاش‌های گسترده‌ای برای یافتن قاتل آغاز کرد. اما چالش‌ها بسیار زیاد بودند. وایت چپل منطقه‌ای بود پر از جمعیت فقیر و مهاجران که خیابان‌های تنگ و تاریکی داشت و مردم اغلب از پلیس نمی‌ترسیدند یا حتی همکاری نمی‌کردند.
یکی از مشکلات بزرگ پلیس نبود تکنولوژی‌های پیشرفته آن زمان بود. هیچ دوربین مداربسته‌ای وجود نداشت و ردپاها و شواهد به راحتی از بین می‌رفتند. همچنین قاتل با دقت و سرعت عمل بالا قربانیان را می‌کشت و به سرعت از محل فرار می‌کرد. رسانه‌ها و روزنامه‌ها نقش مهمی در این پرونده داشتند. روزنامه‌ها نامه‌های جک قاتل را منتشر کردند و این باعث شد نام او به سرعت در سراسر لندن و حتی جهان شناخته شود. خبرها و شایعات در مورد قاتل بیرحم وحشت مردم را بیشتر می‌کرد و باعث افزایش فشار بر پلیس می‌شد. پلیس چندین مظنون را بازداشت و بررسی کرد، اما هیچ کدام نتوانستند اثبات جرم شوند. برخی از مظنونان مشهور شامل یک قصاب محلی، پزشکان و حتی اشخاصی از طبقه بالای جامعه بودند، اما مدارک کافی برای محکومیت وجود نداشت. یکی از نکات عجیب این پرونده نحوه برش‌های دقیق و حرفه‌ای روی بدن قربانیان بود. برخی کارشناسان معتقد بودند قاتل ممکن است دانش پزشکی یا قصابی داشته باشد که به او کمک می‌کرده قربانیان را به این شکل بیرحمانه و سریع به قتل برساند. با وجود تلاش‌های فراوان، جک قاتل هیچگاه دستگیر نشد و هیچ کس نفهمید چرا و چگونه توانست این همه وحشت و ترس را در قلب لندن به وجود بیاورد. داستان او هنوز هم یکی از بزرگترین معماهای جنایی دنیاست که هیچ وقت به طور کامل حل نشده است.